I said the things you want me to might lead to someone else but you. سلام، خوش اومدین به این ویدیو. و الان که دارم این ویدیو رو میگیرم 5 روز مونده تا مدرسه ها شروع بشه. 26 ماه امروز و گوشیم داره تکون میخوره. و آره، امروز میرم مانتو شلوارم رو بگیرم. اون روز که بعد میگرفتم یادم نبوده و الان بعد بگیرم. بعد شاید برم کیف و کفشم رو بگیرم و لوازم تحریر و اینا. همینجوری ولاگ میگیریم، این کارا رو میکنیم دیگه، میدونین. آره همین. Oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Just when I think of you, my fingers started shaking. I've known you for 2 days, I'm sorry I forgot your name. And it's not your fault, but just believe my heart is breaking into two. I want you, I want you, خب آقا سلام، من الان کلاس ریاضی بودم، بعد الان تمام شد کلاسم. آره میخوایم امروز اتاقم رو تمیز کنیم، برای مهر آماده بشیم. بعد دکوراسیون، فکرم صدای باد داره میاد، دکوراسیون اتاقم رو یکم تغییر بدیم. و آره کلا کتابخونه اینا رو مرتب کنم، وسایلم رو حاضر کنم برای شروع مدرسه. و اصلا واقعا خوشحال نیستم بابتش. تنها سالیه که حتی انقدرم ذوق ندارم برای شروع مدرسه. بعد اینجا رو تمیز کنیم بعد قهوه. خب آقا، استایل یه تیشرت کثیف که روش قهوه داریم و پیژامه بابام. و آره الان موهام درست میکنم، شروع کنیم جمع کنیم. بدتر شد. پیش میاد آقا، خوبه دیگه. وایسا، مهم نیست. به عنوان یک استراحت وسط کار کردن
میخوام که لوازم تحریری که خریدم رو بهتون نشون بدم. امسال کمتر از همه سالهای دیگه خرید کردم چون که واقعا چیزی لازم نداشتم اونقدر. همه درسام جزوه‌ن، یعنی معلم خودش جزوه میده، بقیه هم که توی کتاب مینویسیم نکته‌هاش و اینا رو. واسه همین 2 تا دفتر کلا گرفتم. بعد خودکار اینا هم خیلی داشتم، از سال قبل برام مونده بود. کلا من خیلی رنگی نمی‌نویسم ولی خیلی خودکار رنگی میگیرم. آره همین. شروع کنیم. اینو بزنم یه جای سیره گرد چسب رازی خیلی به درد بخوره. هایلایتر فابر کاستل خیلی دوست دارم واقعا رنگشو. یه لحظه چون 10 تا هایلایتر دیگه داشتم فقط یه دونه تهیه کردم. بعد غلطگیر نواری خیلی زیبا نیست واقعا. یه لحظه نگاش کنیم، واقعا هست بچه ها. نوک پاک کن. چرا کثیفه این نوار؟ چسب نواری 2 تا از این خودکارا، 2 تا هم پنتر. یکشو مامانم برداشت برای اینکه چک بنویسه و یه ماژیک. خیلی بد دارم نشون میدم همه رو. و صدای نایلون نبود. 2 تا دفتر خوشگل واقعا زیبا نیستن. یه لحظه خیلی قشنگه. نه این برای آراده ببخشید. چسب زخمای نازی و حتی داره تموم میشه. باید کنم کاغذ پلاستیک. و آخرین چیزی که گرفتم یک زیر دستیه بسیار خوشگله که بسکتبال داره. آره همین. آره کتابای مدرسه رو اینا قراره برم 11 ها. آره الان اصل میرم بدم اینا رو پانچ کنن. با اینکه 12 روزه که الان همین لحظه 12 روزه که ولاگ نداشتم، ویدیو نداشتیم. ویدیو دارم و این وسط ها مثلا 10 روزی که نبودم، ولی خیلی تیکه تیکه است، اصلا هم ربط ندارم، واسه همینم نداشتمشون. بریم ادامه ویدیو. خب آقا میخوام پارتای آخر ویدیو رو بگیرم که دیگه امشب ادیت کنم بذارم براتون ویدیو رو. چقدر مهم نیست. این کیفیه که خریدم، یکم دیگه میچینیمش. خب بعد این مانتو شلوار امسالمه، خیلی زشته میدونم ولی خب پیش میاد. و آره کفشم بیرونه و دیگه نمیتونم بیارم. روز اولی که میپوشم مدرسه نشونتون میدم. فعلا